بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیزم، الله عزوجل هر آفت و هر بلایی که هست از بالای سری ما و شما دور بگرداند و الله عزوجل ما و شما را توفیق بدهد که به فرامین او دست بزنیم و عمل بکنیم و از نواهی او دوری بجوییم. و شما متوجه باشین که این زمین لرزه ها، این مصیبت ها، این آبخیزی ها، اینها همش به سبب گناه و فسق و فجور و فحشا هست. شما متوجه باشین که این زمین لرزه در کدام حالت بالای مردم غرب آمد. متوجه باشین در آنجا موسیقی هست که آن را دین ما و شما حرام گردانیده است. در آنجا دخترهایی هستند که خود را زینت داده و در میدان می رقصند در بین مردها. دین ما و شما آیا با آنها اجازه داده است؟ و دین ما و شما بر شما اجازه داده است که شما دخترهای نامحرم را سیر و تماشا کرده عیش و نوش بکنید؟ این چگونه مسلمانی هست؟ آیا از الله نمی ترسید؟ ما میبینیم که کسایی که کاملا در فسق و فجور و فحشا در اون میدانی پر از فسق و فجور فحشا هستند، میبینیم که وقتی که مصیبت بلای الله عزوجل می آید آنها به زبان نام الله را میگیرند. از الله شرم کنید. این چگونه دین است؟ الله اکبر. الله اکبر. لا اله الا الله. این چگونه ایمان است که در وقتی که یک مصیبت بیاد شما به یاد الله بزنین، اما وقتی که مصیبت نباشه شما کاملا نافرمانی الله عزوجل بکنین. شما در یک مجلس، در یک میدان باشین که اوجا سر تا پا همه نافرمانی الله عزوجل است، همه مخالفت دین الله عزوجل است. پس چگونه ایمان است؟ آیا شما میدانید که مشرکای مکه، اون کسایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم با آنها جهاد و مبارزه کرد و آنها را به قتل رسانید و دین ما و شما آنها را مشرک خواند و دین ما و شما آنها را دشمنی الله عزوجل خواند، آیا میدانید که آنها وقتی که در داخل بحر، وقتی که به تجارت می رفتند در داخل کشتی، آنها بت‌های باطل خود را میگذاشتند و الله عزوجل یاد میکردند و میدانستند که در اینجا فقط الله هست که آنها را نجات میدهد. پس آنها مشرک بدن. تو مسلمان هستی، تو ادعا داری که امتی رسول الله و بنده الله عزوجل هستی. پس این چگونه است که عملی تو با اون مشرک های اون وقت جور و برابر می آید؟ آنها وقتی که از بحر می گذشتند، یعنی وقتی که در حالت امن می بودند، آنها باز دوباره اون بت‌های باطل خودشان می گرفتند و با اون فسق و فجور و فحشا و کفر خود باز می گشتند. پس باید ما و شما فرق بکنیم. جای شرم است وقتی که مصیبت بالای سرت میاد الله را یاد میکنی. آیا الله عزوجل نمی ترسی؟ آیا از این نمی ترسی که الله عزوجل او زمین فرمان بدهد که زمین خود بکشد تا اینکه مردم در اینجا هستند آنها غرق بشوند؟ آیا از این نمی ترسید؟ آیا از الله عزوجل نمی ترسید؟ این چگونه غیرت و شجاعت است که در بین مردها دخترهای با عفت، دخترهایی که آنها تا به حال دختر هستند، آنها باید جامعه را بسازند، آنها باید با عفت و پاک دامن باشند، آنها باید یک مادر باشند، چگونه آنها در بین مردهای بیگانه می رقصند و زینت زیبایی های خودشان برای مردم نشان می دهند تا که مردم از آنها لذت ببرند؟ این چه غیرت است؟ این چه ناموس است؟ آیا از الله عزوجل نمی شرمید؟ آیا از پیامبر صلی الله علیه و سلم نمی شرمید؟ شما چگونه ادعا میکنید که امتی رسول الله صلی الله علیه و سلم هستید؟ مادامی که او پیامبر ما و شما غیرت داشت و به خاطر اینکه یک یهود، یک خواهر مسلمان، یک مادر مسلمان ما و شما را
توهین کردن و ستر او را از سرکش گرفتن. این پیامبری با غیرتی ما و شما، این اصحاب با غیرت، این پیروان با غیرتی او و امتی با غیرتی او یک جا شده آن قوم یهود را از بین بردند. پس تو چگونه ادعا میکنی که امتی او هستی مادامی که در پیش تو هزارها دختری که به تو نامحرم هستند آنها میرقصند و تو عیش و نوش میکنی؟ این چگونه ننگ است؟ این چگونه ایمان است؟ این چگونه اسلام است؟ این چگونه غیرت است؟ آیا این مردانگی هست؟ پس از الله بشرمین. الله عزوجل این مصیبت ها را میارد تا که شما مسلمان ها متوجه بشین. این مصیبت ها به خاطر متوجه ساختن شما هست. پس از این مصیبت ها شما درس بگیرین و به سوی الله باز بگردین و از این فسق و فجور و فحشاتان باز بگردین، دست بکشین. این مصیبت های طبیعی نیستند. این اصطلاح خود بیدین ها است. اینها هم از جانب الله عزوجل هستند. این مصیبت ها بدون یگان گپ خبری نمی آیند. این مصیبت ها به سبب گناه و فسق و فجور و فحشا می آیند تا اینکه مسلمان ها متوجه بشوند که کی هستند و چی باید بکنن و فعلا چی کار کرده استیان. پس متوجه این نقطه باشید. ما نمیگیم که شما خوشحالی نکنین، ما نمیگیم که شما از سرسبزی بهار استفاده نکنین، ما میگیم که شما چنین فسق و فجور و فحشا نکنین. شما این جشن نوروزی که آن از زردشتی ها است، شما این را جشن نگیرین. این روز را شما در آنجا این خواهرها را بیرون نکنین تا که آنها رقص بازی نکنن. آنها با عفت هستند، آنها پاک خواهران ما و شما هستند. پس چگونه شما آنها را در میدان بیرون میکنید؟ شما میفهمید که آنها را در تلویزیون چقدر انسان ها میبینن بغیر چه کسایی که در آنجا هستند؟ این چی گپ است؟ این چگونه ایمان است؟ این چگونه دین است؟ پس به سوی الله باز بگردین، به سوی الله باز بگردین که عذاب الله سخت است و الله عزوجل هم در این دنیا عذاب میکند و باز عذاب آخرت دردناک است. متوجه باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.